ما عبادات به خاطر از این انجام میتیم تا الله را از خود راضی بسازیم. پس موضوعی که امروز میخوایم در موردش بحث کنیم اوی است که میخوایم بدانیم 4 نشانه است که میتونیم بدانیم که آیا الله از ما راضی است و یا خیر. اما باید فراموش نکنیم که قاضی فقط الله است، یعنی او فقط میدانه که از کدام بنده خود راضی است و از کدام بنده خود راضی نیست. ما حق قضاوت نداریم و موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم فقط یک نشانه است بس. میریم به طرف نشانه اول. نشانه اول علما گفتن اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فلينظر فيما اقامك. هرگاه خواستی جایگاهت را به نزد الله بدانی پس ببین الله تو را با کدام کارها مصروف ساخته. یعنی دوستای عزیز در طول روز ببینیم که الله ما و شما را با کدام کارهای مصروف ساخته. آیا با کارهای مصروف ساخته که الله با انجام از او کارها خوشنود می شود از ما؟ یعنی اگر یک شخص 5 وقت نماز خود را می خواند، قرآن می خواند و اخلاق نیک داشته باشه و مطالعه میکنه و ورزش میکنه و بالاخره کارهای انجام میده که الله با انجام اون کارها راضی میشه و این یک نشانه نیک بوده میتونه. و برعکس اگر در نظر بگیریم اگر یک شخص نماز نمیخونه، قرآن نمیخونه و از الله خیلی دور شده و بالاخره به کارهای بیهوده و بیارزش مصروف شده، یک نشانه خوب بوده نمیتونه. پس حتی ای که الله تعالی وقتی از بنده راضی باشه انجام عبادت بر او بنده آسان میسازه، یعنی نماز خواندن، روزه گرفتن و بلند شدن به نماز تهجد، این عبادت خیلی به او بنده خدا آسان میسازه. پس نشانه اولی بود دوستای عزیز ببینیم که الله تعالی ما و شما را با کدام کارها مصروف ساخته. و میریم به طرف نشانه دوم دوستای عزیز. نشانه دومی است که راضی شدن ما از الله است. یعنی حسن بصری میگه ما یک وقت میگه از پیش کعبه عبور میکردم، یک شخص دیدیم رو به طرف کعبه کرده و دستای خود را بلند کرده و میگه یا الله از من راضی شو، یا الله از من راضی شو. حسن بصری میگه ما از این شخص سوال کردم که آیا تو از الله راضی شدی؟ میگه اون شخص بسیار با تعجب گفت که ما چگونه میتونم از الله راضی شوم؟ حسن بصری میگه من برش گفتم که آیا از تمام تقدیر که الله تعالی برات تعیین کرده یعنی راضی هستی؟ یعنی از تمام مشکلات و مصیبت ها و بالاخره آسانی ها. فراموش نکنیم که تقدیر انسان 2 جنبه داره، آسانی ها و مشکلات. یعنی راضی شدی؟ همونطور قرآن میگه به ما شما رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی مؤمنان کسایی هستند که از الله راضی شدن و الله از ما راضی شد. یعنی فراموش نکنیم در مرحله اول راضی شدن ما شما از تقدیر الهی خیلی مهم است. به طور مثال اگر یک موتر فروش در نظر بگیریم، اگر یک موتر فروش در یک هفته 20 موتر به فروش برسانه پس چه احساس می داشته باشه؟ و همونطور اگر هفته بعدی هیچ موتری به فروش نرسانه چه احساس می داشته باشه؟ اگر احساسش یکسان بود پس نشانه نیک است. با وجود که حکمت نمیفهمه، یعنی در زندگی ما شما مشکلاتی وجود داره که حکمت های بزرگ یعنی درس های بزرگ در او نهفته است و با وجود که ما شما حکمت هایش نمیفهمیم اگر از الله راضی باشیم پس یک نشانه نیک بوده میتونه. و میریم به طرف نشانه سوم که پدر و مادر است، یعنی راضی بودن پدر و مادر از فرزندانشان. و همونطور که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه رضای الله در رضای پدر و مادر است و خشم الله در خشم پدر و مادر است. یعنی هرگاه یعنی هدف ما پدر و مادر نیک است که از ترس از الله در دل دارن. یعنی هرگاه پدر و مادر با فرزندانشان دعای نیک میکنه و از نوع خوش هستن راضی هستن پس بدان که الله هم از تو راضی است. و نشانه 4 دوستای عزیز راضی بودن مردم. یعنی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه وقتی الله بنده ای را دوست داشته باشه محبت از او را در دلهای مردم میاندازد. یعنی مردم او را دوست می داشته باشه، البته مردم نیک، مردم خوب که چون یعنی هرگاه مردم به طرف او شخص نگاه کنه به یاد الله میفته. پس یعنی او شخص قسمی است که تمام مردم از شر زبان و دستش در امان است و همه مردم را دوست دارن. پس ما شما دعا میکنیم دوستای عزیز و خدا از همه ما شما راضی شود.